سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به اولین ویدیو کانال گاردین تیم. این ویدیو خیلی هولکی شد، اومدیم تا ثبتش بکنیم. قرار نبودش به این زودی یا وبسایت تکمیل بشه، هاستودامنش رو بخریم و اجراش بکنیم. خب گاردین تیم چیه؟ سوال اولیه که ما از خودمون باید بپرسیم. گاردین تیم یک تیم که در حوزه برنامه‌نویسی فعالیت میکنه. ما یه تیم حدود 7 الی 8 نفر هستیم که خب همه بچه‌ها خفنن، داخل حوزه‌های مختلف فعالیت میکنیم. حالا بهتون دقیق‌تر توضیح میدم. خب همه بچه‌ها کارشون درسته و خفن و گنگ. شاید حالا آنچنان در حوزه خودمون حرفه‌ای نباشیم، ولی به شدت داریم تلاش میکنیم با حالا محدودیت‌هایی که برامون وجود داره و داستان‌های مختلفی که حالا خودتون بهتر راجبش میدونید. داریم سعی میکنیم بیایم بالا و خب یک محصولات پرکیفیتی رو ارائه بدیم. خب فعلا حوزه‌ای که ما داریم درش فعالیت میکنیم حوزه بازیسازی هستش، اما حوزه‌های دیگه مثل طراحی وبسایت و حوزه برنامه‌نویسی و در واقع دیزاینری هم فعالیت داریم. میتونید هم از طریق وبسایتی که الان توضیحاتش رو میدیم و هم از طریق کانال دیسکورد، تلگرام، اینستاگرام و یا همین کامنت های یوتیوب به ما اطلاع بدید و خب با هم دیگه در ارتباط باشیم. خب میریم سراغ اصل داستان. وبسایت گاردین تیم با دامنه guardianteam.digital در اختیار شما هستش و میتونید واردش بشید. خب وارد میشیم. از قسمت لاگین اولین چیزی که باید بریم سراغش، حالا بعد از لاگین این کامل راجع به این مسائل هم صحبت می‌کنیم. لاگین ما اکانتی نداریم مسلما، فورگات پسورد داریم اینجا و کرییت وان رو میزنیم. خب یک یوزرنیم برای خودمون انتخاب میکنیم که خب خیلی یوزرنیم ساده باید باشه. جیو پروژکت خب این هم از این. خب اینجا برای ما در واقع به اون ایمیلی که نوشتیم یک کدی رو ارسال میکنه، کد وریفیکیشن کد. خب من الان یه رفرش اینجا میدم، منتظرمونم تا وبسایت جیمیل رفرش بشه و خب برای من متن جیمیل ارسال شده و خب یک وریفیکیشن کد درش حضور داره. اینجا یوزرنیم ما رو میگه 6 رقمه و خب چیز خاص دیگه درون این صفحه وجود نداره. اینجا ایمیل وریفیکیشن کد جدید از گاردین تیم برای ما ارسال شده، روش کلیک میکنیم. خب یک همچین چیزی اومده برای ما. روی این سه نقطه هم که بزنیم میتونیم ویزیت وبسایت رو بزنیم و ما میگه که 5 دقیقه دیگه شامل اکس. خب وارد میکنیم، کد رو وریفای میکنیم. فرض ما هم برای میگیریم که رمز اکانتمون رو فراموش کردیم. دوباره جیمیلمون رو وارد میکنیم، سند ریست کد. خب دوباره برای ما ارسال میشه، یک عدد بک میزنیم. خب پسورد ریست کد هم برای ما ارسال شده. اینجا رو کپی میکنیم و اینجا پیستش میکنیم، وریفای کد رو میزنیم و پسورد جدیدم. ریست پسورد، وارد اکانتمون میشیم. خب تا به اینجای کار که توضیح خاصی نداشتیم. قسمت هوم، خب یک سری اینجا هدر مشاهده میکنید، اینجا هم که فوتر یه سری دسترسی ها به همین هدر رو به شما میده و خب یک سری توضیحات خاص دیگه هم هستش که خب میتونید مطالعه بکنید. اینجا ما تب‌های مختلف داریم، هوم، پروژکت، پست
کانتکت تیکت میسیج و اباوت آس که خب خیلی مشخصه، از همین اول کار شروع میکنم. دو تا دکمه داریم FA و EN که خب تغییر زبان هستش، توضیحات رو به شما میده راجع به تیم گاردین. قسمت میسیج حالا بعد میریم سراغش. هم که دیدیم که پروژه هایی که گاردین تیم داره درشون حالا فعالیت میکنه حضور داره. اینم چون فعلا تازه پروژه اومده بود توی کار و خب ما گفتیم که فعلا یه پروژه همینجوری بذاریم باشه، برای ویدیو خوبه. این پروژه رو قرار داریم پروژه گاردین آلتیمیت. کسایی که MTA بازی میکنن میدونن دارم چی میگم. آنتیچیتی هستش که سرورهای MTA ازش استفاده میکنن. خب میتونید بیاید و خریداری بکنید اگر حوزه کاریتون هست. جزئیات رو میتونیم بزنیم و خب جزئیاتش رو ببینیم چه کسایی روی این پروژه کار کردن، دربارش به ما توضیح میده، وضعیتش رو به ما نشون میده و زمانی که قرار آپدیت بگیره برای اونایی که کامپیوترن زمان آپدیتشونه و برای اونایی که دیولپینگ هستن در واقع زمان انتشارشون هست. لینک دیسکورد هم اینجا قرار داده شده، میتونید بای ناو رو بزنید. خیلی ایزیه دیگه. اینجا میتونید تعداد محصول رو انتخاب کنیم. اینجا اگر بخوایم یه محصول رو فقط خریداری بکنیم چک اوت، و اگر بخوایم تمام محصولاتی که داخل سبد خرید اون هستن رو خریداری بکنیم چک اوت. برای مثال من الان چک اوت میزنم. پروسید تو پیمنت. در واقع آیار پرشین داریم و اینترنشنال. دو تا گزینه هست. اینترنشنال فعلا به دلیل بسته بودن پیپل ما بسته هستش، قفل هست. درگاه پرداختمون هم چون هنوز اداره مالیات بهمون کد رو نداده نمیتونیم از درگاه پرداخت استفاده بکنیم. تا 1 ماه آینده تقریبا تکمیل میشه درگاه پرداختم. کارت به کارت فعلا تنها راه خرید هستش. لطفاً مبلغ فلان $، این پولی هستش که حالا اونجا محصولاتمون رو خریداری کرد. شماره کارت، نام و نام کارت بانکی. اینجا میگه که فیش حالا خریدتون رو ارسال بکنید تا بتونید تاییدش بکنید. ارسال فیش به دیسکورد گاردین تیم هم اینجا هستش. خب میتونم هم این رو الان از سبد خریدم دیلیت بکنم. وارد قسمت بعدی یعنی پست میشیم. پست خیلی قسمت جذابی هستش. مثل اینستاگرام و وبسایت های دیگه گاردین تیم هم میتونید اینجا پست بذارید، درش کامیونیتی فید داریم که خب معمولا پست های علمی و مهم درش قرار میگیرن یا حالا اون چیزهایی که قراره داخل گاردین بیشتر باشون سر کار داشته باشید. خب اینجا میتونید روی پروفایل هر فرد کلیک بکنید. دقت داشته باشید تنها اکانتی که تیکاپی داره اکانت خودم هستش که آفیشال کریئتور. روش کلیک میکنم، میتونم اینجا اکانت رو فالو بکنم، میتونم حالا فالوینگ ها رو ببینم، میتونم تعداد ویو ها رو ببینم، میتونم بهش اد فرند بدم. پست هایی که گذاشتم تو ببینید 2 تا پست گذاشتم. این پست هم 23 تا ویو و این پست هم 0 ویو داشته. برای مثلا من اگر خودم ویو فول پست رو بزنم این ویو حساب میکنم. خب اینجا هم بایوگرافی رو نشون میده به همین سادگی و به همین زیبایی. میتونم دوباره فالوینگ رو بزنم و از فالو در بیاد. خب میتونم از قسمت دیساکشنز برم داخل قسمت چت ها و همچنین میتونم یک پستی رو لایک بکنم یا دیسلایک بکنم. بر اساس لایک ها و دیسلایک ها پست ها طبقه بندی میشه. هر چقدر لایک بیشتر داشته باشید میاد بالاتر و دیسلایکتون بیشتر باشه پستتون بین پست ها پایین تر میاد. دیساکشنز چه شکلیه؟ این حالتیه که شما میتونید بیاید و اینجا حالا در واقع چت بکنید و چت که چرس کنم کامنته چون با هم بحث بکنید. من اینجا اگر یک ریپلای رو بزنم تست سند کامنت میام پایین، میتونم دوباره پیام خودم رو دیلیت بکنم. خب دوباره میام بیرون همین مرحله. به این شکل اگر من بخوام پست جدید بسازم که خب مسئله نیستش، اینجا برای مثال من پست تست حالا عکس هم میتونید انتخاب بکنید که من انتخاب نمیکنم. پستم رو آپلودش میکنم میاد آخر چون لایکاش از همه کمتر و خب همین دیگه دیساکشنز رو میتونم بزنم و خب پستم رو اینجا دیلیت بکنم به همین سادگی. بریم قسمت بعدی که کانتکت، چیز خاصی نیست، تمام لینک های ارتباطی هستن میتونید جوین بگیرید. قسمت تیکت، میتونید تیکت پشتیبانی باز کنید. خیلی ساده و ترتمیز بخوام بهتون توضیح بدم. یه جای کار به مشکل برخوردید یا میخواید عضو تیم بشید، میاد قسمت تیکت با ادمین های ما میتونید در ارتباط باشید و باشون چت آنلاین داشته باشید.
سابجکت موضوع هستش و دیتیل مسیج توضیحاتی هستش که راجع به اون میدید. میتونید یک فایلی رو اینجا آپلود بکنید به عنوان حالا اسکرین شاتی باشه از مشکلتون یا چیز دیگه. ویو مای تیکت، این قسمت تیکتتون رو میزنه. اگر استاتوسش ریپلای باشه یعنی ادمین ریپلایش کرد. ویو رو میزنم، میتونم اینجا عکس ارسال بکنم، میتونم پیام ارسال بکنم و میتونم تیکتم رو ببندم. فقط داشته باشید تیکت رو نمیتونم ریموو بکنم و فقط ادمین ها میتونن تیکتی که شما بستید رو باز بکنن یا ببندنش یا ریمووش بکنن، به همین سادگی. خب وارد قسمت میسیج میشیم. خیلی خیلی ساده و ترتمیز بخوام بهتون توضیح بدم، میتونم اینجا به افراد مختلف اد فرند بدم، همون چیزی که داخل پروفایل هاشون میگیم. اینجا برای مثال من به خودم اد فرند میدم. یه بار دیگه اگر سرچش بکنم میبینید که پندینگ هست. حالا من اگر بیام این قسمت از قسمت میسیج این رو اکسپتش بکنم، اکسپت شد، برمیگردیم به این قسمت. یک دور باید سایت ریفرش بشه، همونطور که میبینید اکسپت شد. کنارش هم استف رو میزنه که کسی دیگه نیاد شما رو فریب بده بخواد بگه من ادمین هستم. مثلا من اینجا یک پیام تستی میفرستم، اینجا هم پایین میایم تست، میتونم پیامش رو ریپلای بکنم، میتونم حالا ایموجی ارسال بکنم، تمامی چیزایی که اونجا ارسال میشه اینجا هم هست. میتونم پیام خودم رو دیلیت بکنم یا هر چیز دیگه. حتی من نمیتونم با زدن روی پروفایل طرف وارد قسمت حالا پروفایلش هم بشم. برمیگردیم میتونیم گروه بسازیم. کریت نیو گروپ رو میزنم، اسم مثلا انتخاب میکنم، یک پروفایلی رو انتخاب میکنم، برای مثال این پروفایل روی گزینه اینتیالایز گروپ میزنم، همونطور که میبینید قسمت گروپ کانورسیشن تست سرچ داره. در ضمن سرچ هم اینطوریه که مثلا من این پیام رو حالا ارسال میکنم، از قسمت سرچ میتونم سرچش بکنم، اون پیامی که اینجا سرچ شده رو به من نشون میده. حالا اگه پیامی دیگه باشه فقط این پیام رو بهتون نشون میده. از قسمت در واقع گروپ ستینگ میتونم اسم گروه رو عوض بکنم، پروفایلش رو چنج بدم، ممبر جدید اضافه بکنم که فقط میتونم کسایی که دوستم هستن رو اضافه بکنم و یا خب میتونم اون فرد رو ریمووش بکنم، تعداد ممبرها و رول هاشون رو نشون میده. حتی میتونم گروه رو دیلیت بکنم اگر من اینجا بخوام ببینم. اونطور که میبینید ما اینجا حالا عضو شدیم. خب به این شکل از این بخش هم میگذاریم، وارد قسمت داشبورد میشیم. توضیحاتی رو بخوام راجع به این بخش بدم خاصی وجود نداره. پروفایلتونه دیگه، تمام اطلاعاتی که داریم، تعداد فالوورهاتون، کسایی رو که فالو کردید، تعداد ویو کلتون، پست هایی که تا حالا گذاشتید، توتال ویوتون، چیزهایی که داخل سبد خریدتون هستن و تیکت های بازتون. دقت کنید تمام تیکتاتون نیست، تیکت های باز. این قسمت نیو پست میتونم از این قسمت هم پست جدید بذارم یا پروفایلم رو ادیت بکنم، مسئله نیستش. رنکم رو اینجا نشون میده که من یوزرم، هنوز بیوگرافی تنظیم نشده. اگر بیوگرافی ست نکنید این پیام رو براتون نشون میده. کامیونیتی فید رو بزنم، به قسمت پست ارجاع داده میشم. پروفایل ستینگز میتونم تنظیمات پروفایل خودم رو تغییر بدم به این شکل. برای مثال من میخوام اینجا پروفایل دوباره کریستیانو رونالدو رو قرار بدم، برای مثال به این شکل سیو میکنم. نیک نیم رو مثلا میذارم محمد، بیوگرافی من میزنم لیدر جی. خب سیو پروفایل، همونطور که میبینید پروفایل من ساخته میشه به این شکل و خب الان بقیه من رو با این پروفایل میبینم. بخوایم هم نشون بدیم یه رفرش میدم، اون پایین همونطور که میبینید به این شکل تغییر میده. کل کار همینه. تیکت ها من اینجا میتونم ببینم، میتونم لوگ اوت بکنم. خب این بود از وبسایت گاردین تیم. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لطفاً چنل رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، یه کامنت بذارید و خب همین دیگه. توضیح خاص دیگه نمیمونه. باز هم دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لینک تمامی چنل های کامیونیکیشن و ارتباطی ما داخل دیسکریپشن هستن، میتونید جوین بدید. اگر خواستید عضو تیم بشید هم همونجا میتونید اطلاع بدید. بهترش اینه که داخل وبسایت ما تیکت باز بکنید. دم شما گرم. فعلا بدرود.